دیدین بعضی وقتا هیچ کاریش نمیشه کرد، مثلا به هر دری میزنی نمیشه، هیچ چی باز نمیشه و من به هر دری میزنم نمیتونم حالمو خوب کنم و این خیلی سنگینه و لعنتی تموم نمیشه. بعضی وقتا اینجوریه زندگی، نمیتونم ازش بیام، نمیتونم، زورم نمیرسه، آگاهیم نیست در این حد، حال بده، گرفتگی هست. تو این وضعیت باید چیکار کرد؟ تو این وضعیت رنج رو باید مشاهده کرد و چشید. این رنج آگاهانه است. این اون وقتیه که شما رو گذاشتن تو کوره، آتیش میسوزونه و این آتش منجر به گداختگی و پختگی میشه. هر یک از ما در هر سطحی از آگاهی و پختگی هستیم اکنون، همشون مدیون سختی ها، رنج ها، مصیبت ها، درهای بسته زندگی هستیم. همه همینه.